بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت، به من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا کردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیل ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران دارم اونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. حکایه میکنه هارون رشید پیشش دو کنیزک آوردن برای فروختن. یکی دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مبانیا بچه داشتن. خوب پادشاه هر دو شدید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو شدید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خودن دختر گیره. فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین، دهان پاکیزه دارد، دیم رحم پاک دارد. در وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول دعا کنه من زن گرفتم، از رفتن چطور زن گرفتی؟ او که یا بیوه گرفتم، رنگین دادر برید. بعد چون دختر نگرفتی؟ آخی دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفتیگه، شوخی هم نمیفرش دیگه. اوی حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگیر، فقط مشورت دادستم، اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن در سری ما شدن. پس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا، لیکن بیوه خیر اینش دختر نغزه، لیکن خوشرونه. که با او بیوه فهمید، گفت که تاثیر آخر بین من و بین این یه شبه. گفت یا شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه. گفت برابر من گیر. گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده. بگو آره تقصیر راست میگی، گفت بین من و بین و یک شب فرق هست، لیکن داخل با یک شبی است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوشی من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به یک دیگر پیمان کنه که زندگی تانا ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن، زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یا دیگر تانه گیره، باقی نداره، کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست داره، وقتی خوبیش است. او در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است، یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی، با فکر در دخترها رو ودو بیچاره بعد در نیمیرم موند، اینش خوب نیست. من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره. گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر منوش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند. مثلا بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیش ده نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با اون طرف شما است و شاید در دست تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی همش همین است،
بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خوت هم که برای قناعت میکنه. همش همین است گفته. اونم مشورتی من برای تمی احتیاط کن، فکر کن و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه، در انتخاب همسر با فریب نخورد. اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد، بینشان الفت و محبت پیدا کنه، یک دیگر شد دوستان و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام ما گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم، نه داده کسی شر نیست این گپا رو گفتم. همین رو آردم به قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدن میگرد و این شر نه نام امام گرفتم. چم بچی خوب بدای طالب علم بدای نه طالب علم ها تام الله میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعض جاها دا شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکنن از میشد شاید به خاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. این بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشه ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن ما رو اجازت داد، در اون علف درا به طریق علوم میکشیده. بعد تماشا کرده میسیش در یه سنگی دست ریزن، وقتی که کشتی خاطر جمع میشه به حضور دراو کردن میگیری. اما نه کشتیش اگر تشویشی که یکی با نگزم گفتم نه بچه های کش رو از دشمن حذر گفتیم و این مار دشمن است. مار و کژدمه رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه. من نماز خواندی سبب که یک مار یا کژدم پیدا شد در حالا یگان سنگای یگان جای در طور سری دو تا زنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نماز تا. خب این بچی خوب بود یگان چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو توشا هم میگیر غیرین. بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد، نماز خانم یا رفته طهارت کنم؟ البته رو طهارت کنم چون خون که بانم طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن، اما تکبیر گفتگی میشه بعد یا نماز تخوان. بابا جان بالای گوسفند سوار شوه مثل خر و اسب درست ای؟ چی خوب بود این نه؟ بچی ناز نه درست نیست میشم. هر چیز برای سواری هست. خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است، ولی کوتاس برآورده است، اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست. گاو و برزگاو برای سواری نیست. حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بود است، میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است، به زبان در آور روش کردم به سوی صحابی گفت که انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم، من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن. از همین سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست. میچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است، یک خدمتی میکنه. دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه؟ آره حلال است. ریشه درخت چون به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده، همون حاصلش درست است یا نه؟ درست است. او هیچ کراهت نداره. خان گفتن بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آبازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. چون همین یه جایی که قدی زنت آبازی کنی حمام درام بدی هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها هست و فرض عین چالموی خواندن شرط نیست. میچم نوایت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدونه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام با نیت آبازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم
همسرم که علاقه جنسی کنم که ما بازی کنم از جنابت پا همین خودش نیت میشم کمپیر قید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما دستر تا بریز آمدن گیر ها بچی خوش رو اگر خیلی کنه 2 روز پس گپای ما تمام میشه بگذاریم دیگه مگر هم بلیت با پیشتر کنیم برون خانمو خوب باسی سوال داره ها بچی ناز علیکم السلام خودم همی جایی سلامت باشی بچی خدا نگهدار اینا مخلصای ما در حفظ خدا باشه خب میخواستم در حق پدر و مادر و پسر کلامی که همین روز خبر اومد که دیوم پاره خدا ختم بارک الله خوشا به حالت دادر ما خدا نگهش داره خیلی عاشق ما است خداوند پدر و مادرش سلامت داره فرزند عزیز که در راه طلب قرآن است و حفظ قرآن خداوند حفظ کامل و ذهن خوب و محبت قرآن نصیبش کنه با حافظی کل قرآن شو با توی عروسیش ده خداوند نصیب کنه یک جایی با شما باشیم برای پدر و مادرایی که فرزنداشان اهل قرآن میکنن بازم میگن خوشا به حالتان عزیزان من رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حدیث انس است که طبرانی روایت میکند یقال لقارئ القرآن روز قیامت که مژده خداوند حافظای قرآن کسانی که قرآن حفظ کردن و از یاد کردن میفرمود است که دست پدر و مادر گیر جنت بیا دروازه جنت می درآمدیان براق سوار می شوند خودش و پدر و مادرش حدیث طبرانی است در کتاب تربیت الاولاد محمد قاسمی ترجمه آورده است سوار براق که میشدن خداوند چی میگفته یقال لقارئ القرآن این حدیث امام مسلم هم است اقرأ ورتل وارتقی فإن منزلك عند آخر آیه تقرأها ببینید چی مکافات است ای بنده من قرآن اکن آغاز کن خواندنش شروع کن باز هم با آرامیش با تجوید ملایم خوان ورتل مناشمین ورتقی برآمدن گیر براق شاید این فایزه که ما شب آمدیم 250 کیلومتر در 1 ساعت او براق الهی ساختگی برای بندگان شاید در 1 ساعت 2,500 کیلومتر میپره شاید 250,000 کیلومتر میره تیز رفتاریش یک سوار شو برآمدن گیر فإن منزلك عند آخر آیه تقرأها در کجایی که تمام میشه و قرآن آنجا قرارگاه تو و قرارگاه پدر و مادر توست خوشا به حال پدر و مادرایی که بچه هاشان در راه طلب قرآن میگذارند از بحر آغوش گرم خود از بحر نوازش و مهربانی خود میگذارند و فرزند نزد استاد میبرند شاید رنج میکشد شاید ناراحتی میکشد اما در همش صبر میکنن بچه‌شان قرآن خوان میکنن بچه‌شان حافظی کل قرآن میکنن خوشا به حالشان که این مکافات انتظار اونهاست خداوند دادر ما را از این مکافات با همسرش با نصیب کند شما را هم عزیزان من از قطار شما ما را هم خداوند بیرهامان و فرزندامان حافظ قرآن کند و از این مکافات به نصیب کند خوب با کی سوال دارم بابایشان کواس نوشیدن درست است یا نه کواس شنیدگی من نمیدونم چم این ترکیب چی داره اگر مست کنه حرامه اگر مست نکنه برای سلقینی باشه خوش این از آدمایی که میخورن عبیا پرسه بچم مولای مسجد آدم کم کم اگر خورم یارو پرسه بیا میدونم من نخوردم ای بچگیم تا امروز نه نیمنات چه خوردم نه این چه خوردم نه وایشه نمیدونم بچم بازم میگم حکم شرع همین است اگر مست کنه کل مسکرین خمرون قلیله و کثیره حرام هر چیزی که مست کنه حرام است خب کمش خازایی لیکن مست نکنه با کی نداره بچم بابایشان برادری که نماز میخواند با دخترش با محرم سخن میکند حکم آنها از نظر اسلام چی؟ برادری که نماز میخواند با دخترای نامحرم صحبت میکنه خوب صحبت اگر رفت و برای حوث و برای چشم چرانی و برای شهوت نباشه برای کار باشه مثلا من شما دکان در بازار دکان داره
زنها و دخترها میبیان سودا میکنن، قطیتان گفتگو میکنه، خرید و فروش ده، این باکی نداره. اما صحبتش به هوس باشه، صحبتش به نگاهی با شهوت باشه، صحبتش به خاطری آن باشه که رو در دام خودت غلطانی و فریبش کنی، قورش کنی، به قور ختم کنی، این صورت حرام است این صحبت. زیرا عزیزان میگن تکونو نظرتون ثم خطرتون ثم خلوتون ثم خطیئتون. همه سرچشمه زنا از همین نگاه و گفتگو پیدا میشه. وقتی که تو نگاهش کردی به هوس به شهوت، در دلت الکایده فکری وای پیدا میشه، وای کی برفت سودا کردی هوش دقیقای اوی است، چیکار کنم؟ پگه تلفنش یاوم، پگه در کدام اسگاوی قتیش یاوم باید بار دیگه واخرم. همین نقشه کشیده میستی، این خطره میگن، نقشه دل، در دل این خیرها گذشته میگرن. خوب بعد این چی میشه؟ با ثم خطبتون، بعد تلفنش که یافتی تلفنش میکنی، جای واخری رو بعد تعیین میکنی، بعد قدم زده میری روتسیا میشه. ثم خطیئتون، بعد پیش که رفتی بعد میشه چی؟ خجالت شرمندگی، دست به دست زیارت کنی گناه، آغوشش کنی گناه، بوسش کنی گناه، خوب باز دیگر کار کنی با از او گناهی وزنین تر. بنابراین یک حدیث ده، یک روایت عزیزا میگن من حفظ نفسه هذه الاربعه فقد احرز دینه. هر کسی که خودش از این 4 چیز، از نگاه با شهوت، از فکر کردن درباره زنی نامحرم، از رفتن برای واخوری با زنی نامحرم، با دختری نامحرم یعنی بیگانه، از صحبت کردن با او خوش نگاه داره، این آدم دینشه محافظت کرده است. فقط احرق خواه گوشتی خوگه که وقتی که 3 بار شوشتی، بعضی ما 3 بار شوشتن خیلی تاک میشه، بعضی به دیگران 7 بار میشویی، 1 بارش با بخاک میشه که طاهر میشه، دعوای اوقات هم کنه خوردن میگیره. یا بار اول 1 بار خاک یا خاکستر کنی شویش، و 6 بار دیگه او گردان کنه پرتایش، میشه طاهر، اوقات کرده خوردن گیره بچن. خب در یک موعظه همین شما گفته که انا مولهایی که آدمای کتابی میکشن خورده میشوه، یا بار دیگه میخواستم که 10 بارش 10 بارم که خواهی هم گپی من همینه که اهل کتاب طعامش حلاله بچم، گوشت گوسفندش، گوشت گاوش، گوشت مرغش حلاله بچم. میگن که همین مگزینا رو در نظر خوب فرق نداره. من گفتم من کاری من نیست کدام مگزین نه، من چیزی که خدا گفته علما ده هوی میگم که و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم. اگه این مگزینای شما بودگی ای کدام نوع کتابی هست تو این خود جستجو کیو. اگر کتابی های مسیحیش باشن، کتابی هایی که به بیبلشان و به عیسی باور داشته باشن، از همون دولت ها باشه، همین آیت کلمه در همش داخل است. لیکن این گوشتایی که در مگزین ها هست از کافرای باشه که اونا نه به بیبل ایمان دارن نه به عیسی، مثل من هندوستان و مثل ژاپن و خیتای سر حرام است بشم. اینم آخه من ندانم، من کتابی کار نکرده باشم، بچی خوش رو خوب اگر تقوا کنی از همین هم پرهیز کنی، ماهیش خوره، مسکش خوره، دیگهش خوره، تقوا بهترین چیز است. ولی باس تقوا ذالک خیر. لیکن اگر رفت تو ضرورت تا نام محتاج، به فکر من امروز دیگه ضرورت نداره. در تمام شهرهای روسیه مسلمان ها هستن، بوز و گاو و گوسفند کردگی هستن. ما در کجا هستیم برای خاطر ما بوز کشتی سادیم. ببین در همه جا معلوم میشه که هست دیگه، احتیاجی به ما ضرورت نداره بچن بخیر. اگر رفتون لبا من مسجد گوشتی حلال بوده، بنابراین اگر ضرورت نشه و نخوره. لیکن بسیار که ضرورت شده دایگون جی است که دیگه یافته نمیتونه، به گوش مثلا کسل میشه ویتون یا دیگه حالتی ضرورت شوه، این صورت ما حرام نمیگیم، ما حق حرام گفتن نداریم، چرا خدا حلال گفته باشه. اما انیق گوشتایی که از دولت‌های کافری میبیا، مشرکا مثل بود پرستا و اینها کمونیستا و یا حرامت، مثل از کوبا، مثل از خیتای، مثل از ژاپن، تایلند، هندوستان مثلا، اینا به حرام میشن. خدا نگه دارن. بابایشان در ماه رمضان در حوض آبازی کردن روزه را مشکند یا نه نمیشکنه بشن. خواه در حوض آبازی میکنی، خواه در دریا آبازی میکنی، خواه دوش میکنی، فقط احتیاط کنی که همین دهن و بینید آب ندارایه. خب که باشه ای گوشت آب درایی روزه نمیشکنه.
و بنی عزیز زیر پشمها موها میدرا و هم روزه رو نمیشکنه من غیر المصام. فقط همین دهن بینیتان احتیاط کنین درای شد. بنابرای در ماه رمضان اگر بسیار حرارت کنید درست دران داری حوض درایت مکس حلقین شوی این گردن تا پایان استیبو برای لباساتون پوش رفتن گره. حدیثات رسول اکرم یک کس صحابه ها رو دیدن که خیلی ناراحت شده، یعنی لباس خنک در تنشان در آب تر کرده چسباندن. با که نداردین این گپی شما در بعضی کتاب هست، لیکن اون اصل نداره. اون گپی بعضی فتواهای متشدد است. بابایشان من 4 سال باز زکات میدهم، خوشا به حالت، خداوند مال تو ثروت زاید کند و قربانی میکنم. اما سال گذشته به پدر و مادرم 2 گوسفند را از نام خودتان قربانی کنید گفتم. آن قربانی که پدرم و مادرم کردن از سر من خلاص می شود. اگر شما در اینجا خانه در نداشته باشه، در اونجا باشه، اگر قطی پدرتان یا اینجا دسته شما در اینجا هسته، اینجا خانه در داره نداره، فقط خودتان تنها هسته باشه، هم پدر و مادر همجا کرده شما از ما حساب میشه میشن، هم فرستاده شما خدا خواهیم هم اهل عائله در یک گوسفند شریک میشه و در مو خاندان 10 نفر هم باشن، بچه و کلینا صحابای رسول یعنی یک گوسفند میکشن از همش حساب میشید. در فقه سنت این هست کتاب ذبایح نگاه کنیدان دامولا حضرت دامولا خوجین ما عروس است. وقتی که ما نماز میخونیم او التماس میکند که برای او هم دعا کنیم. آیا این ممکن است؟ آره ممکن است. از در حقشان دعا کنیم. خدا اگر می صاحبی خوجین ما را نگه دار، عمری درازش ده، فرزنداش اهل توفیق کن، هدایتش کن. این از همه مهم دعا کنه که خدایا هدایتش کن، به اسلام مشرفش کن، کارش کارش ده برکت، اضافتا نگهش دار. این دعاها رو در حقش کنه بشم. بابایشان یک کس به شما نیکی کرد در عوضش نیکی کنه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. وقتی که شما رو دوست می‌داره، شما رو یاردم میکنه، از شما التماس دعا میکنه، دعاتان در حق وی دریغ نداره بچم. بابایشان من یک سوال دارم. من در شب خوابم 3 مرتبه خانه خدا را زیارت کردم. جوابش چی میشه؟ خیلی خواب خوش دیدی جوانی خوب، خوشا به حالت. در خواب زیارت کردن خانه کعبه، زیارت کردن قرآن، زیارت کردن پیغمبر خدا، زیارت کردن علماها، دوستای خدا، این نشانه سعادت است. بازم میگن خوشا به حالت، انشاءالله آینده خوبی داری جوانی خوب. لیکن تاکید کن با شیطان فریب بود نکن و یکم کارهای حرام دروی. بابایشان در حق پدر و مادرم دعای خیر کنید. خداوند پدر و مادرتان نگه دارد که مثل شما بار این فرزند خوب و تربیت کردین، سلامتشان دارید. شما را خدا نگه داره که آینده بچه هاتان شما را به خوبی یاد کنند، در حقتان دعا کنند. ایشان نورالدین جان خداوند شما را و اهل بیت شما را از جمیع بلاها و آفاتان نگه دارد. در حق من و همسر من که چند وقت است بیمار است دعا کنید. خداوند شما رو، خاندانتان و ینگای عزیزان خدا شفای کامل تید. این قسم در حق پدر و مادرشان التماس دعا کردین. خداوند اکن میگم شما مولم بر وقت های حرز دینه. لیکن اگر برای کار باشه، مثلا بغالتیر تان است یا خوجین تان است یا خریدار است یا همسایه است، از درستی احوال پرسیم کیف سسید میگه با که ندارم. بابایشان مرد خواب دید که زن خود را طلاق داد و این خواب را به مادرش گفت. زنش از خانهش رفت. بعد از 1 ماه باز زندگی دارد. درست کرده زندگی کنه، طلاق نمیشه میشوید. در خواب آدم هر کاری هم که کنه، اگرچه بعدی بیدار شد خواب به یک کس نقلم کنه، طلاق نمیشه بشن. رفع القلم عن 3 رسول اکرم میگه از 3 کس قلم تکلیف برداشته شده است. یکی از شخصی که خواب است، در خوابش مثلا کلمه کفر هم که گوید، در خوابش یک بت سجده هم که کند کافر نمیشه، در خوابش زنش مثلا طلاق هم که کنه طلاق واقع، در خوابش من شیطان میفریبش میگه از زن کدی زنا میکنه، این زنا حساب نمیشه. این خدا برای من مؤاخذه نمیکنه. بچم یکش برای پگاهی مونه بچم
السلام علیکم بابایشان، کدوم به شما را در این شهر سنت پتربورگ خیر مقدم می نماییم. بعد سوال دارم، شخصانی که پولهایشان در بانکند یا اینکه در کسی قرض دادن چگونه باید زکات دهند؟ در بانک بودگان حتما زکاتش هر سال میتیند، زیرا که بانک و کی که خواهی میگیری و رنگ دایه خزینه بجاش میکنید، خزینه در اختیار خودت از کی که خواهی میگیری و بنا هر سال زکاتش میدی. اما کسانی که قرض داده، همون آدم قرض دادگی تان اگر بای باشه، کی که روی پول تان طلب کنید دادن قدرتش باشه و هم هر سال زکاتش میدی. اما یک آدم داده که قرضدار است یا کم بغل است یا که دار دو آدمی به عقیده است و به خوف از ترس مردن نداره، نمیتید. این صورت زکاتش نمیتید تا که پول تانو نگیره، زکاتش نمیتید. وقتی که گرفته خواه 2 سال پسای، خواه 3 سال پسای، اما 1 سال آخرش میتید، خلاص با. حکم کسانی که در رمضان و یا در پیش علماها نماز میخوانند و از نظر دین مبین اسلام چیست؟ در آخر در حق بیماران و به فرزندان دعا کنید. خدا همتان عزیزان من شفات دید و نگهبان شد و مهاجرا را. خوب این منافق میگم چند وقتی که در پیش علما نماز میخوانند در جای خلوت نماز نمیخوانند و این منافق میگن. خدا منافقا رو دوست نمیداره، خدا منافقا رو سخت عذاب میکنه. باید بنده خدا باشه، باید برای خدا عبادت کرد. خدا همیشه همراه ما و شماست در کجایی که نباشیم. این یک دویمی که اینها ریاکار حساب میشن، پیش مردم نماز میخوانن، جای خلوت نماز نمیخوانن. خدا این تو نماز ریاکاره رو در روشان میزند. نماز ریاکاره رو خدا قبول نمیکند عزیزان من. بنابر کسانی که اگر همین اخلاق داشته باشند هوشیار شوند که اونا سخت فریب میخورند. اونا با یک ذات روپرو شده ایستادند که وی شوخی رو نمی بردارد. ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. بنابر روز قیامت ریاکارا که می خستیند در پیشگاه خدا، پیش ملاها و پیش مردم نماز میخوان، جای خلوت نه، پیشگاه خدا می رفتیند، خداوند سیاست خدمت میگفتند برو ثواب نماز از همون کسی گیر که در پیشش به خاطر خرسندیش نماز خواندی. یا الله، خدا پناهی وقتی که از خدا این تو جواب میشنویم. نبا هوشیار شوی بچم. نماز 4 رکعت است یا 2 رکعت است، مشکلی نداره. بسیار اگر مردگی باشه لااقل همون فرض خانه بسیار من سلفی های خدا زده باری. اما بے پرواگی نسبت نماز. خدا در قرآن کسانی که در نماز سهل انگاری میکنن چی میگوید؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز شهادت نامه مسلمانی است. نماز راز بنده مومن با خداست. نماز رابطه مخلوق با خالقش است. نماز چراغ گور است. نماز بیرق اسلام است. نماز حجت و برهان مسلمانی است در روز قیامت، در مرافعه سودی. خلاص نماز بلیت در آمدن بهشت است. نماز فرق بین مؤمن و کافر است. العهد الذي بیننا و بینهم الصلاة. نماز است. بنابراین باز هم میگه عزیزان درباره نماز بے پرواگی نکنه. خب اگر بسیار کارتان ضرور باشه، بسیار